آبی ها برمیگردن واسه خود دیارا سر توپ قشنگش توی محوطه جریمه سوتی نده اونجا آدان رو به جلو برای آرتور رودریگز حمله تیم فوتبال المحرق بین مدافعان استقلال زاویه بسته میشه با زاویه پرقدرت بازکاری دوباره استقلال پاشت محوطه جریمه زاویه محکم روی پای راست رزاقینی و بهرمی رو با هم دیگه شاهد هستیم. یه ارسال در دهانه دروازه گل برای استقلال، گل برای استقلال ایران هست و بازی 1-0 میشه. ببینیم با هم دیگه نفوذ عالی سمت راست پاس عالی هردانی و بدین شکل یه بار دیگه سفیان ثابت توپ پاس خطرناک بین مدافعان استقلال نذاریم گل بخوریم، نذاریم دروازمون باز بشه. چه توپی گرفت و چه توپی قاپید، باید ارسال بکنه توی محوطه هم میاد، فرصت داره استقلال باز هم کوتاه زمینی. عالی برای یاسر حسنی، باید برن در فضای خالی سعید سرخیزان پاسو بگیره آفساید دیگه، پشت سرش آفساید نبود به نظرم. حرق باز هم دیارا یه ارسال نرم، آدم باید بیرون بیاد، آدم باید جمع کنه و خطا روی آدم گرفته شد. یه موقعیت نازو فرصت داره استقلال و گل دوم دیگه خیالمون راحت شد، ندوید اما ضربه آخر خوب زد نازو و بازی رو 2-0 میکنه. با هم میبینید چقدر خوب دوردویچ فریب داد روی صحنه، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. و حالا بازی تغییر مسیر هم میده، توی عرض میزنه، میخواد شوت هم بزنه که حالا خوشگل میزنه. اینم گل سوم. ما بهتر بودیم، خوب بازی کردیم و حقمونه که ببریم راهی مرحله